درود دوستای عزیز، ایردراپ راک رابط در 23 سپتامبر لیست میشه و 3 تاسک ضروری یا 3 وظیفه ضروری از طرف راک رابط به یوزرها داده شده که شما باید این 3 تاسک حتما انجام بدین و اگر شما این 3 تاسک انجام ندین شامل ایردراپ نمیشین و هیچ توکنی از ایردراپ راک رابط به شما تعلق نمیگیره و تمامی امتیازات و سکه هایی که شما جمع آوری کردین سوختانده میشه و از بین میره. طبق جدول بندی و تایملاینی که ایردراپ راک رابط در کانال رسمی خود منتشر کرده، در تاریخ 20 سپتامبر تاسک هایی که قرار است شما انجام بدید این تاسک ها انقضا میشه و از بین میره و اگر شما تا 20 سپتامبر این تاسک ها را انجام نداده باشین شما دیگه شامل ایردراپ نمیشین. در تاریخ 21 سپتامبر اشخاصی که تاسک ها را انجام داده باشه این اشخاص شناسایی میشه. در تاریخ 22 سپتامبر دیستریبیوشن یا توزیع توکن های راک رابط صورت میگیره. در تاریخ 23 سپتامبر توکن های راک رابط در صرف ها لیست میشه و همچنان در تاریخ 23 سپتامبر زمانی که توکن های راک رابط لیست شد ویدراول یا برداشت فعال میشه که شما میتونید توکن هایتون برداشت بزنید و همچنان در تاریخ 24 سپتامبر سیزن جدیدی از P2E شروع میشه. این تایملاین یا زمانبندی راک رابط است که به شما منتشر کرده تا شما طبق تقسیم اوقات خودتون عیار و آماده بسازید. 3 تاسکی که راک رابط گذاشته که شما باید این تاسک ها را انجام بدین. بعد از 3 روز و 12 ساعت این تاسک ها خاتمه مییابه و زمانش انقضا میشه و دیگه شما نمیتونین این تاسک ها را انجام بدین. شما باید تا 20 سپتامبر حتما این تاسک ها را انجام بدین تا شامل ایردراپ شوید. تاسک هایی که راک رابط به شما گذاشته خیلی تاسک های ساده است. تاسک اولی شما باید والت را کانکت بسازین. تاسک دومی شما باید به مقدار نیم تون یا 0.5 تون واریز کنین و همچنان تاسک آخری شما باید چینل تلگرام راک رابط سابسکرایب کرده باشین و فالو زده باشین. تاسک آخری که فالو زدن یا فالو کردن چینل تلگرام راک رابط می باشه. ما این کار انجام دارید. فقط 2 تاسک دیگه مونده که ما باید والت ما را کانکت بسازم و همچنان به مقدار 0.5 تون انتقال یا ترانزکشن انجام شود تا ما واجد شرایط ایردراپ راک رابط شناخته شود. از تاسک اول شروع میکنیم. تاسک اولی است که شما باید والت ما را کانکت بسازید. شما اول والتتون را باز کنین و والتی که میخواین با راک رابط وصل بسازین از قسمت شما والتتون را انتخاب کنین. بعدا شما بالای ربات راک رابط بیاین و در قسمت بالای گزینه کانکت والت کلیک کنین. در قسمت دوباره بالای گزینه کانکت یور تون والت اینجا کلیک کنین و از قسمت شما والتتون انتخاب کنین. ما والت تون که پر است پس والت تون که پر انتخاب میکنین. در اینجا شما بالای گزینه کانکت والت کلیک کنین و اجازه بدین در قسمت پسوردتون بزنین. تاسک اول انجام شد و ما شما والت ما را وصل ساختیم. تاسک دومی که ما شما باید انجام بدیم ما شما باید به مقدار 0.5 تون ترانزکشن انجام بدیم. برای کار ما شما بالای گزینه استارت کلیک میکنیم. اما قبل از این که ما شما این ترانزکشن انجام بدیم به شما یک نکته مهمه میگم. شما باید در والتتون حتما تون داشته باشین به مقدار 0.5 تون تا شما تاسک دوم انجام بدید. شما اگر نمیفهمین که چه قسم در والتتون که پرتون تون انتقال بدین و چه قسم تون بخرین و یا از کجا تون دریافت کنین، ما تمامی موضوعات یک ویدیو جور کردیم اپلود کردیم در چینل موجود است. شما میتونین او ویدیو رو ببینین و بعدا بیاین این تاسک انجام بدین. تاسک دوم انجام میدیم. در قسمت ما شما بالای گزینه استارت کلیک میکنین. بالای والت شما میاد شما میخواهید که شما باید 0.5 تون ترانزکشن انجام بدین. شما علامت این طرف کش کنین تا این ترانزکشن انجام شود. در اینجا دوباره پسوردتون بزنین. شما میبینین که ترانزکشن انجام شد و با مدت 9 دقیقه وقت داده و چک میشه که آیا ترانزکشن انجام شده و یا خیر. خب دوست عزیز شما دیدین که 9 دقیقه که وقت داده بود این 9 دقیقه تکمیل شد و حال شما میبینین که تمامی تاسک هایی که در اینجا وجود بود تمامی تاسک ها تیک خورده و در قسمت پایین نوشته شده You are eligible and will receive your airdrop on September 22. شما واجد شرایط می باشین
و در تاریخ 22 سپتامبر ایردراپتان دریافت میکنید. شما اگر تا هنوز این تاسک ها را انجام ندادین، این تاسک ها را حتما انجام بدین تا واجد شرایط شناخته شوین و بتانین توکن های راکی رابطه به دست بیارین. چینل ما را حتما لایک و سابسکرایب کنین و ویدیو را هم با دوستایتان شریک بسازین.